کرده سلام علیکم دوملو شخصیتی که روزه گیرد نماز خواند باز زنا کند هر زن و مردی که همدیگر دوست می‌دارند معامله و مناسبت خوب میکنند خداوند رحمت شده حیات اینها میریزونه کرده درباره فوتبال بازی کردن که آیا فوتبال بازی کردن درست است یا نه نماز میخونه از گردنش ساقط میشوه اما از این نماز یگان بهره بردگی سلام علیکم دوملو آیا سجده سهو در نماز سنت هم شرط است هم مسجد بیای هم گناه میکنی هم نماز میخوانی هم زنا میکنی این چی معنا داره که بازی کنن بایشو جنجال کنن خفگی کنن همدیگه را دشنام دیان البته رای حرام میشه اما با حالتی هست که سخاوتمندی یعنی صدقه را ای پنهان بودن و آشکار بودنش بهتر است در کدام حالت در حالتی که اینجا یک برادر از سوال کرده سلام علیکم دوملو شخصیتی که روزه گیرد نماز خواند باز زنا کند اسلام برای این گونه نوجوان مردا چی میگوید؟ التماس یک چیزی میگفتید اکو برادر عزیز انسانی که هم روزه میگیره هم نماز میخونه و یعنی با در راه زنا و در راه فحش و بد است فهمیده میشود که نمازی وی نمازی کامل نیست چون که خداوند وقتی که در قرآن ما را امر به نماز کرده است میفرمایند که استعیذ بالله اقیم الصلاه ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر میگه شما نماز را برپا بداره نماز شما را از فحشا و منکر معن میداره باز میداره در تفسیر این آیت مفسرین میفرمایند که هر نمازخوانی که اصلاح نشد بعد از نماز خواندنش یعنی زناگری که نمازخوان است زنا میکنه شراب نوشه که یعنی نمازخوان است شراب می نوشه یا اینکه دیگر فعل و رفتاری بدداری که نمازخوان است این عملها را میکنه فهمیده میشه که نماز این نمازی واقعی و حقیقی نبوده است نماز میخوانه از گردنش ساقط میشوه اما از این نماز یگان بهره بردگی نیست این نماز سبب اصلاحی وی سبب نجاتی وی سبب برکت حیاتی وی سبب خوشبختی وی سبب از گناه پاکیزه شدن وی نشده است چون که خداوند گفت که نماز شما را از کارهای فحشا و منکر معن می‌داره وقتی که انسان نماز خواند و باز زنا کرد فهمیده میشه این نمازش نماز حقیقی نبود چون که پروردگار هر چیزی را گفته است او حقیقی است میشود که پروردگار گفتن شما نماز خوانه نماز شما را از فحشا و منکر باز می‌داره و این خاطر انسانیت وقتی که نماز خوان است باید که اینا درویگی میگن چی نوع پیشتر گفتیم هم انسان نماز خونه هم زنا کنه هم انسان نماز خونه هم دیگر کار گناه کنه این نشانه مسلمانی نیست مسلمان حقیقی باید که یک راه انتخاب کنه در یک راه باشه مولانا هم یک جمله داره میگه تو را یک رنگ مادر هم پدر بود چرا این دم تو را رنگی دیگر شد پدر و مادر تو مسلمان بودن ایمان داشتن مسلمان حقیقی و واقعی بودن برای چی میگه امروز رنگی تو دیگرگون شده است هم مسجد بیای هم گناه میکنی هم نماز میخوانی هم زنا میکنی این چی معنا داره یک چه انتخاب کنه انسان زناگری تا مردن تا همون راه بره یا که که توبه کردی از تحت دل گشتی نمازخوان شدی نمازخوان واقعی شد این معنی نداره که انسان هم مسجد بیایه و هم نعوذ بالله دیگه کارها را کنه از خدا ترسیدن در کار انسان هایی که یعنی در راه روزهای گذشته هم گفتیم زنا سه عمل را جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیان کردن که در حالت انجام دادنش رو ایمان از بدن انسان خارج میشه بیرون میشه یکی از اونها زنا هست پناه به خدا در حالت انجام دادن ایمان از بدن انسان میبره شبهای گذشته گفتیم هر زن و مردی که همدیگر را دوست میدارن معامله و مناسبت خوب میکنن خداوند رحمت شده حیات اینها میریزونه شیطان قامتش اینها میشکنن شیطانی که دشمن قسم خورده من و شما والله قسم جناب پیغمبر حدیثه که شیطان قسم خورده است که ای پروردگار قسم به عظمت و جلالت که من نمیگذارم که یک بنده جنت بروه من اینها را حرکت میکنم همشه همراه خودم دوزخ میبرم از روی انمی انسان من از درگاه تا از رحمتت محروم و ملعون و مردود شدم من نمیگذارم که انسان آسوده و خوشحال باشه حرکت ما میکنم اونها را وسواس میکنم فریب میکنم از راه میزنم اما وقتی شما یعنی اون همسرهاتون دوست داشته با اون مناسبت و معامله خوب کرده شیطان در بین شما دیگه جا نمیابه بلکه در خانه شما در حیات شما در زندگی شما دیگه راه نمیابه که داخل شود
و این خاطر برادر عزیز بزرگوار من حرکت کنی همسرهاتون دوست بداری. اینجا یک برادر عزیز سوال کرده سلام علیکم داملا، آیا سجده سهو در نماز سنت هم شرط است؟ اکنون برادر عزیز سجده سهو وقتی انسان ترک واجب کرد، تأخیری فرض کرد، تکراری واجب کرد، تأخیری واجب کرد، یعنی تکراری فرض کرد، در اون حالت هایی که سجده سهو لازم میشه برای چی در نماز سنت باشه، چی در نماز وتر واجب باشه، چی در نماز نفل باشه، البته واجب است. سجده سهو فقط برای فرض نیست، این حکما سنت است، اما در نماز سنت و نفل هم قرائت فرض است، رکوع فرض است، سجده فرض است، خارج شدن از نماز به اختیار خودت فرض است. با فرضها دارند، واجبها دارند درونشون. به همین خاطر در نماز سنت هم وقتی انسان یعنی ناقصی و کمبودی در واجبات و یعنی تأخیری فرض و تکراری فرض شد، البته برای او سجده سهو واجب می شود. اینجا یک برادر عزیز سوال کرده درباره فوتبال بازی کردن که آیا فوتبال بازی کردن درست است یا نه. اکنون وقتی نماز نباشه، اگر انسان هایی که یعنی بازیگرن در وقتی فوتبال بازیشون نماز قضا نشه یا که تای شرطی که کلته که ترک فرض میشه چنین نکنن، براشون در شریعت معنی است، چون که برای یعنی حرکت کردن و دویدن این در جسم و بدن انسان فایده داره. هر چیزی که در جسم و بدن انسان فایده داشته باشه در شریعت او کار براش معنی نیست. اما وقتی که بازی کنن، بایشو جنجال کنن، خفگی کنن، همدیگر را دشنام دیان، البته رای حرام میشه. یا اینکه وقتی نماز باشه نماز قضا کنن، یا اینکه تای یعنی این بریجوی کلته کنن، تای شورتی کنن که ترک فرض کنن، البته در این صورت گناهگار میشن. گناه و معنی نادرسته برادر عزیز بزرگوار. یک برادر عزیز سوال کرده سلام علیکم داملا، میگویند که صدقه را همچنان دهی که دست چپ از راست خبردار نشود، اما زکات را آشکار دهید. با ما فهماند که آیا این درست است یا نه. اکو برادر عزیز درباره سخاوتمندی، البته او سخاوتی که ناآشکار پنهانه و جناب پیامبر گفتن که بهترین سخاوتمندی هست، اما با حالتی هست که سخاوتمندی یعنی صدقه را ای پنهان بودن و آشکار بودنش بهتر است. در کدوم حالت؟ در حالتی که یعنی چند رفیق دوست داری، چند شخصیت داری که همراهیت هستند، اونها کمتر دلتنگ و ممسک و مردرنگن، خودت با سخاوتمند و با همت و با غیرت و جوانمردی در نزد اونها با تعریف که بگو من این صدقه کردم، زکات دادم، فلانیا را یاردن کردم، تا اینکه کم دلهای اونها هم برحم شد، یعنی دلهای اونها هم یک همت و غیرت پیدا شود که او دارندگی که خداوند داده است با باجهاشون نمانه که در راه خدا تقسیم کنن. این در این صورتش ضرر نداره. در این صورتش انشاءالله که اگر آشکار کنه انسان سخاوتمندی و صدقه براش بهتر است. خیر خداوند بزرگوار برای جمعیت ما توفیق عمل کردن نصیب بگردان. پروردگار بار اله این ماه برای ما مبارک بگردان، گذشتگیامون رحمت و مغفرت بگردان. پروردگار این جمعیت در دلها هر امید و آرزو و مراد و مقصد داشته باشند با مراد و مقصد برسان. پروردگار را در کسب کار حلال این جمعیت برکت ها عطا بفرما. پروردگار را به فرزندای جمعیت فرزند صالح نصیب بفرما، به زنها را زن صالح نصیب بفرما. پروردگار را محبوسا و زندانیای ما را آزادی نصیب بگردان. طالب علم هامون علم نافع و مفید نصیب بگردان. زنها و مادرها و خواهرهامون در پرده حیای خودت مستور بگردان. پروردگار را بار اله هر چیزی که رضای خودت است برای ما نصیب بفرما. از قهر غضب ما را در حفظ امان و نگه بدار. پروردگار تمام برادرهای مسافر و مهاجر ما را در روی عالم در حفظ امان و نگه بدار. پروردگار مشکلی هاشون آسان بگردان، در کسب کارهاشو برکت ها عطا بفرما. پروردگار جملگی ما را خاتمه به خیر بگردان. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه مولانا محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک. این برادرها شماро аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед.